هیچ کسی یه همه بخیزونی اگر اون نره وزنینش بخیر هلا بخیز لافتن هلا را برا برا در جنوب صخره زور هستین شما کجا هستین؟ آخرین بار تروریستا پشت او کوه دیده شدن تورنکام. در تاریکی آمده بودن قماندان صاحب. چه قسم اونا را دیدن؟ کمره فوتوکوپان متوجه اونا شدن. فهمیده شد. ایلیاس امر که قماندان صاحب تو هر بلا را میشناسی بچه فوتوکوپان دیگه چی هست؟ فوتوکوپان؟ راست میگه بچه فوتوکوپان چی هست دیگه؟ براتون میگم قماندان صاحب چیزی را که فوتوکوپان میگیم در مناطق جنگلی در جنگلزارا در بین سبزا یا یگان جای مخفی در یگان جای امن کمره جابجا میکنن یعنی کمره مخفی. کمره را در کجا میمونین بچه؟ از حیوانات در اراضی طبیعی به قسم ازشان تصویر میگیره قماندان صاحب. همین قسم هست؟ بله همه قسم قماندان صاحب. خب دیگه شیر شغال گرگ به خاطر تقاضای جانورش با کمرا از حیوانات جنگلی تصویر برداری میکنن قماندان صاحب. ایلیاس بر من گرگ نگو وقتی گرگ میگی یک قسم میشم بچه بر صورت او کمره والا کار خود کده دیگه و حیوانات را که میخواسته من ازشان تصویر برداری کرده. بله قماندان صاحب. الیاس ای که یک چیزی را فهمیدی غرور نکن خدا کشمشوار نپندان فهمیدی؟ غروری چه امره بیادر این معلوماتای بسیار پیش پا افتاده است برای من چرا غرور کنم؟ چی رب داره به قماندانت یک معلومات کوچک دادی و بس. فهمیدم قماندان صاحب. الیاس اگه در این ساحه یک کمره نصب کنیم کمرای ما هم وظیفه فوتوکاپی میشه دیگه. بله قماندان صاحب. خوب است مفکوره عالی است. بسیار عالی خوشم آمد. یوروک زیاد قصه نکنین متوجه اطراف باشین اعصاب ما خراب نکنین تدبیر از دست نتین. الیاس سلجوق امنیت پیش رو را بگیرین. هلا راست است که میگن وزن گرفتن آسان است با خدا بسیار مزه دار است خدیجه مانه خود شده نمیتونم بخورم. نوش جانت. راست میگه یاره از دست پخت خاله سالورم کده یاره با اندازه دست پخت خاله سالورم مزه دار شده یا مزه دار است اما دست پخت خاله متفاوت است با خدا او جدا است. هرچقدر گپ میزنی بدتر شده میره پدر. متوجه هستم تشکر ینگ زنده باشی بسیار مزه دار است. نوش جانتان دل پدرم شده بود من برش تیار کردم. خوب کدی زنده باشی. خدیجه خواهر کدام رازم داره؟ این چیزا را زیاد بلد نیستم اما حتما مهارت زیاده میخوایم. بله البته. پس قسم میکنیم بار دیگه که آماده کردم تام همراهیم باش که یاد بگیری. درست است؟ خوب است. به خدا اگه بس یک بریک فروشی باز کنم بیر بارش مثل نان با یوری میشه باور کنین راست میگم. خب راستش مفکوره بدی نیست. یعنی چی؟ گفته یعنی که با هم یک دکان شیرینی فروشی باز کنیم. کوبلای بیکار است. بله کارای تام در قرارگاه خلاص شده دیگه. چرا یکان دکان شیرینی فروشی کوچک باز نمیکنیم؟ ما براتون کمک میکنم. میشه خدیجه؟ آی نمیفهمم به نظر ما میشه اما یک بار از بایرام اجازه بگیرم چون بایرام کار میشه زیاد هیجانی شدم. خوب میشه به خدا بسیار کار خوب میشه. از بایرام حتما اجازه میگیرم بسیار خوب میشه. مام رایتون کمک میکنم هر کار که بگوین انجام میتونم. به خدا اگه بخواین با جستجو شروع کنم یک دکان خوب براتون پیدا میکنم کل چیز خوب میشه. آی بیبی خاله جون چی میگم پردایش گلای خورترک داشته باشه و همرنگ سرریزیایش هم باشه. صحیح
بسیار خوب میشه. دستمال کاغذی و گلدانم روی میز باشه به نظرم بسیار مقبول میشه. آی پرده و سرمیزیایش خودم میدازم. بله، یک دکانه مقبول باشه، خوشبویی باشه. شیرینیای مزه‌دار پخته میکنیم، لیست غذام جور میکنیم، مینوی خوبشام جور میکنیم، تام سرویس کده میری. خوبه سعید این کارو میکنم. آی کل ما از یک گوشه کار کمک میکنیم. چرا قبلا در فکر ما نرسیدم؟ ببینین نام دکانه براتون میگم. آشپزخانه خدیجه و کوبی. خوب میشه. به نظر ما جذاب نیست. بگوییم شیرینی خانگی خانم خدیجه تو خوب است. به خدا آشپزخانه کوبی چطور است ها؟ به نظر من همینه. درست اما یک چیزی باشه که اینجا به توجه کنم. اتفاق ساده است. بله، یه خود از موافق است. خیلی نیستن میزن. آشپزخانه سیفو. راحت تیم شمشیر چی کردن به دختر؟ داخل سایه دیسان شدم قماندان صاحب. به طرف شمال حرکت میکنن. با زمان دست و پنجه نرم میکنیم. با سرحد به تماس شوین. هر راپوری که میرسه برم زیاد مهم است. اطاعت میشه قماندان صاحب. بالای مردم ملکی حمله کردیم. به کارتان ادامه بتین. همین قسم خواد دیدیم. این بار موفق نمیشین. اما این بار او طفل قربانی نمیشه. در دفتر از همه اتفاق شد برم خبر بتین. اطاعت میشه قماندان صاحب. بختیار قماندان صاحب اگر اجازه بتین میخوایم یک چیز براتون بگویم. بگو مشنوم. قماندان صاحب آله تیم شمشیر و دگرول کپوز با عملیات رفتن. ما در اینجا با تنهایی ششته خسته شدیم. بیخی دقا آوردیم. میبینم وظیفه را بسیار دوست داری. زخمت چطور است؟ شانت خوب شده؟ خوب است. مشکل نیست قماندان صاحب. بختیار تشویش نکن. با هم وظایف عملیات زیادی است که انجام خود دادیم. ما و شما بسیار وقت داریم. متوجه خود باش. درست است؟ یک چند روز استراحت کن. اطاعت میشه قماندان صاحب. آفرین بچه. قماندان صاحب اورهان چای تازه آوردم قماندان صاحب. ها اینجا نه دتام خانه است اما خوب رنگ رخ کشیده. میگی با هم کم قصه کنیم ها؟ ها قماندان صاحب. برم گپ بزنیم. قماندان صاحب بفرمایین. زنده باشی اورهان. بفرمایین قماندان صاحب بفرمایین. آرسین جان 2 پیاله چای بیار برام اما تازه باشه. زیاد گپ نزن. آرسین فورا میارم. قماندان صاحب اینجا انسان‌های کمی هستند که همراهشان درد دل کده میتونم قماندان صاحب. یعنی فقط دگرول کپوز است. از تیم شمشیر فقط همو است و دیگه شما هستین قماندان صاحب. یعنی با کسی که قصه میکنی باید کمی برداشت خوب داشته باشه قماندان صاحب. باید بگویم کمی تحمل پذیرا باشه. حالی ما به اینا بگویم با دوستان بگویم که بفهمن اگر داستان محاصره کردن قصر چینه را با 40 سرباز ارشاد قصه کنم کلشانی قسم طرفم لوق سیل میکنن. تو به خدایا. یعنی که تو داستان یاد داری؟ البته که یاد دارم قماندان صاحب. چرا یاد ندارم؟ دوم برید من ارشاد برام از اول تا آخر قصه کرده بود و حتی کاکایش به خاطر امی داستان نام او بیچاره را ارشاد مانده بود قماندان صاحب. خداوند ببخشش. آدم خوبی بود. آمین. خدا ببخشش قماندان صاحب. آدم خوب بود فدا. قماندان ارشاد ما چی میگفتم؟ تو جرأتی آدم بی قماندان صاحب در نصف شب بیدار شو همراه 40 سرباز بالای قصر چین حمله کو و کل ساحه را پاکو قماندان صاحب. تو جرأتی آدم بی به خدا به این میگن جرأت قماندان صاحب. یعنی قسم آدم هم زندگی کردن قماندان صاحب مثل جناب که خود نام گرفته قماندان صاحب. تنها شما میفهمین. اگه به اینا بگویم کجا میفهمن؟ فقط لخت طرفا میبینن قماندان صاحب. توبه کردی. او قدرام نیست دیگه اورهان. توبه چی میگی تو؟ تو کلی سایل داره. البته نه باید زیاده روی میکردم. باید کلیگی بفهمم دیگه. اورهان
ترک باید قهرمانای خدا بشناسه، سربازای شهیدش بشناسه، بزرگای خدا بشناسه. این بچه ها به خوبی میفهمن که کی چی کار است. تو خود خسته نساز. به خاطر چای تشکر. نوش جان قماندان صاحب. چقدر خوب جواب دندان شکن دادید. آفرین به قماندان بختیار. زیاد ترنگس نکو، گیلاسای تبابری را با نمیجا میخورم. درست است دیگه فهمیدم که لطفاً پروفیسور هستین. بیا. ایچی از بریدمن صاحب. درخواستم از قماندان صاحب. استعفا میدی دخترم؟ بله قماندان صاحب. با ای کارت مطمئن هستی؟ خوب فکر کردی؟ بله قماندان صاحب. بیبی تراج، با خاطر پیلوتی جت قواعد پرواز کاملا مشخص است. هیچ گذشته وجود نداره. این بدتالیگی که بالای تو آمدم آرام جگرخون ساخته. در نتیجه یک پیلوت جنگی خود از دست میدیم. اما قانون همی است و متاسفانه انتخاب دیگه وجود نداره. بازم یک بار دیگه برات پیشنهاد میتم در قرارگاه با وظیفه ادامه بده. میفهمم قماندان صاحب، اما من خواست ای کار کردن نمیتونم. ای کار نمیخوایم. از این خاطر تصمیمم کاملا جدی است. بسیار خوب. با زندگی جدید آرزوی موفقیت میکنم. تشکر قماندان صاحب.
متاسف هستم، اما راپوری که بر ما رسیده واضح نوشته است که پرواز کنه نمیتونی. بله. بریدمن؟ شما کی هستین؟ راست میگی، خودم معرفی نکردم. توران جنرال کوتالمش. قماندان صاحب. تو استعفا دادی دخترم؟ قماندان صاحب شما از کجا؟ از قماندانتان خواهش کرده بودم که اگه اتفاق افتاد مرا در جریان بانه. بله قماندان صاحب، درخواست استعفای خود برشان دادم. خب حال کجا هستی؟ وقت داری که اینجا بیایی گپ بزنیم؟ به چه خاطر قماندان صاحب؟ اینجا که آمدی گپ میزنیم. منتظرت هستم. اطاعت میشه قماندان صاحب. به قرارگاه قطع خاص میریم لطفا. درست است خور جان. عجله کن، زود شو، زیاد تنبل هستی. زود شو، حالا عجله کن. بچیم جایی که میریم زیاد دور است. حالا پر کن دیگه. متوجه باشید شانس نداری، خود از بین نبر. حرکت کن، حرکت کن. تصفیه شد قماندان صاحب، اینجا کسی دیگه نیست. گروه اصلی کجاست؟ بریدمن صاحب. امر کنن قماندان صاحب. هوا چند درجه است؟ 1 درجه است قماندان صاحب. خوب است. شب چند درجه میشه؟ در حدود منفی 17 درجه میشه قماندان صاحب. در نیمای شب برفم میباره، صبح وقت دگام خنک میشه. بسیار تشکر. حال خوب گوش کن. اول دهی در خوب ترت میکنم، فهمیدین؟ یک بشکر آب پر میکنم و در پشت سرت بسته میکنم. بعدن در یک درخت بستت میکنم. وقتی که هوا تاریک شد او آب پشت سرت یخ میزنه. بعد از او خودت یخ میزنه. صبح وقت و قدر یخت میزنه که تمام آتش جهنم یخ تو را آب کردن نمیتونه، فهمیدی؟ خوب است. حال زود به سوالایم جواب بده. تیم اصلی کجاست؟ چند نفر هستن و فرماندهشان کیست؟ جمشید در مجموع 18 نفر. 16 نفر قماندان صاحب. حال اونا کجاستن؟ بایرام امر کنین قماندان صاحب. بشکر آب پر کن، سرد باشه. اطاعت میشه. در 4 کیلومتری اینجاست، به طرف جنوب غرب، در زیر یک صخره کوه بزرگ. اون طفله که از قریه گرفتین پیش شماست؟ اون خبر ندارم قماندان. دیگه خوب تر کنه. قماندان صاحب خبر ندارم، قسم میخورم که خبر ندارم. خیلی بگو اون طفل کجاست؟ کمپ با کمپ میرفت. حال کجاست نمیفهمم، قسم میخورم که نمیفهمم. قماندان صاحب حالا میشه کلبشه نمیخوای گپ بزنه. ایره یکم تر کنیم، بعدا مستقیم ویزانش کنیم. نیاز نیست اتویشون کنیم. نمیفهمم، با خدا قسم که نمیفهمم. ندیدیم، نمیفهمم. میرید من صاحب. عمل کنین. ایره بسته کنین و جای بانینش که تیم سرحدی برده بتون. اطاعت میشه قماندان صاحب. قماندان صاحب. بچیم جنوب غرب 6 کیلومتر است، باید با سرعت حرکت کنیم. گرفته شد قماندان صاحب. تیم جمع شوه. او کلبشه دعا کن گپایت راست باشه. اگه نیمه مثل دگروال کپوس صبور نیستم، منتظر نمیمونم که یخت بزنم. مستقیم تو رو در بین دره غرقت میکنم. به شرف خبر باشی. چیدی میبینی؟
ها لوده بشو برو احمق بیا لومړی بریدمن فوتنوت ورجام ده قماندان صاحب. داخل بیارش. بیا داخل بیا خانم بریدمن. تو استعفا دادی اما تو است؟ بله قماندان صاحب. تا جایی که فهمیدم بالای تصمیمت جدی هستی. بله قماندان صاحب. بسیار خوب. همراه ما بیا. اطاعت میشه قماندان صاحب. سال 2008 بود. من ده هکاریا قماندان لوا بودم. زمستان بسیار سرد بود. یک روز یک راپور را گرفتیم از عراق شمالی به ترکیه. یک گروه تروریستی میخواستن که عبور کنن. فوراً یک تیم خود آماده ساختم و به طرف اونا حرکت کردم. بر من یک وظیفه ساده بود. موضوعاتی که همیشه مقابل میشده. اما چیزی شد که انتظارش نداشتم. بعد از یک مدت کوتاه که تیم اونجا روان کردم، برعکس دعوا بسیار، یک غبار بسیار شدید بلند شد. هیچ کس را نمیدید و ما تیم نجات در اونجا روان کردن نتانستم. بسیار مشکل بود. بعد از او ارتباط مخابره‌ای ما همراه او تیم قطع شد و 10 جوان در کوه تنها بودن. باید یک کار میکردم. در او وقت یک جگران پیلوت کاملا لازانی آمد و گفت که قماندان صاحب اگه اجازه تان باشه من اونا رو میرم. اما هوا مناسب پرواز هلیکوپتر نبود. جگران بازم تاکید کرد. گفت گذرگاه احتمالیشان بلد هستم. گفت چانس خود آزمایش میکنم. اجازه دادم. پرواز کرد و بعد از مدت بسیار کوتاه و قیمت جان خود 10 سرباز ما به داخل لوا پایین کرد. یک آدم بسیار جسور بود. از سوراخ سوزنم عبور میکرد. از عمق جهنم سربازای ما بیرون میساخت. 3 سال بعد در یک حادثه هلیکوپتر او را از دست دادیم. به خاطر نجات سربازای ما بازم بلند شده بود و توسط یک راکت لیزری به شهادت رسید. قماندان صاحب این جگران ما و پیلوتای ما، هلیکوپترهای زیاد ما دست و پنجه ای اردوی ما هستند. فهمیدین؟ اونا قهرمانای هوایی ما هستند. با امکانات کم خود چندین سرباز ما را به شفاخانه انتقال دادند. چندین تا شهید شدند. این پیلوتای ما با مقابله با زمان وظایف زیاده و دشوار را با موفقیت به اتمام رسانیدند. دخترم وقتی که هلیکوپتر ما را دوستای ما میبینن خوشحال میشن. اما دشمنای ما سراغ به پنهان شدن میپالن. گرچه توی را خوب میفهمی. بیبی دخترم تو هم یک پیلوت بسیار خوب هستی. تأکیدت به پیلوتی جده خوب درک میکنم. اما اردوی ما پیلوتای مثل داستانی طفل هر قدر طولانی شود اما قدر خوب است. از درس به پای استاد شود. قریه جات دو هم خبر شود. کارمو که تمام شد باور نمیزنیمش. اما کارمو تمام نمیشه. حال گپای من انجام بدین. خب کارتون دقیق انجام بدین. 5 نفر بچه را بگیرن و فوران حرکت کنین. حالا شما آماده شوین. بلند شو. بخیز میره. پیش برو. حالا زود شده.
حالا کلتان جمع شوین که میره. حالا عجله کن. زود شو. در 4 طرف برین گز نکنین. متوجه باشین. زنده باشی. کاکا جان، خدا را شکر وضعیت زخمی یا خوب است. چشمت روشن، میگن خطر جانی وجود نداره. کاکا لطفاً به خاطر من یک چیزی بخور. او را با پای برهنه بردن. بیبی زمین یخ زده، زیاد سرد است. بچه من چی خواد شده ای هوای سرد. بیبی کاکا انشالله که مگذره. علی را پیدا میکنن برات میارنش. تو آرام باش، لطفاً آرام باش. برگرد در پیش گرگا مانده بچه من پیش او ظالم است. نیروهای امنیتی در جای علی را میپالن کاکا. او را پیدا میکنن برات میارنش. صبر داشته باش کاکا. کاکا حالا بلند شو. بیبی اینجا خنک میخوری مریض میشی. پیش بخاری انتظار بکش. درست است؟ اونا کی هستن؟ اونا کی هستن؟ بچه برم بگو. میتونن بچه من نجات بدن. قطع خاص هستن کاکا. ده هوا و قاب ده زمین گرگ هستن. با توضیح ضرورت نیست. اونا کار خودم میفهمن. کماندان صاحب اونا رو پیدا کرده. تروریستا هم اونجا هستن یوروک؟ هنوز هم اونجا هستن؟ بله کماندان صاحب، میتونم واضح ببینمشون. درست است یوروک. تا ای که ما اونجا نامدیم دست به آتش نزنیم. اطاعت میشه کماندان صاحب. بچه امر کنین قماندان صاحب. چیدم و الیاس همراه خود بگی. به مجردی که زد و خورد شروع شد پیش بریم. اگه هنوزم و بچه زنده باشه جان او را با خطر مواجه نکنیم. اطاعت میشه. حالا حرکت کنیم. شمشیر میره.
کوشش که تیره پد کنم. استعفای خدا تقدیم میکنم قماندان صاحب. بزنش. هر کی نزدیک بچه شد بزنه. این آتش آزاده است. کرونا آنقدر